فساد شروع شده. امروز آنقدر بندگان الله دچار مشکلات است، نه مسلمان نه کافر. کافر هم هیچ خواب نداره، همین قدر پول مصرف میکنه، پول گزاف برای شیطنت، برای جاسوسی، برای پلان جور کردن و طرح کردن. این نیست که این خبیث روز تارای خود بلند میکنه با مایی که با میلیون ها دلار دو مصرف کرده در یک منطقه میریزه و همونطور جور نشده، تمام اقتصاد روسیه را دو مصرف کرده. این امریکای خبیث با همتاهایش که در هر جای لانه میکنه و در هر جای میره و مصارف میکنه، ملتش در کدام حالت قرار داره. افسوس است که امروز مسائل اخبار در کنترل امی خبیث است، جنایات خود پنهان کرده، پرده سرش انداخته، نمایان نمیشه. وگرنه آنقدر قتلی که در امریکا میشه، آنقدر دزدی که در امریکا میشه، آنقدر خودکشی که در امریکا میشه، در یک مملکت نمیشه. افسوس است که مسلمان غافل است، مسلمان بیخبر است. پشت مجد و عزتی که سلف داشت، صحابه و تابعین و تبع تابعین داشت، دنبال از این نگشتن، تفرقه را پیدا کردن، جدا شدن، یکی پشت دیگر را گرفت. امروز بجای از اینکه یهود نصارا گذاشته شود، مردمایی که ما از اون توقع نیکی داشتیم دنبال امام بخاری شروع شد، سر امام بخاری نقد بکنه، عیب امام بخاری را بیان کنه. و کسی را که توی امروز توقع میکنی که عالم مصدر خدمت جامعه بگرده، با سعی میکنی که بجز از تکفیر مسلمان ها، بجز از به فتوا کشتن و قتل مسلمان ها دیگه کار نباشه. یعنی حالت ماست. علت چیست؟ علت ایست که ما او سببی را که الله سبب عزتمندی ما قرار داده بود، ما او سبب ترک کردیم، رجوع به دین الله نکردیم، به قانون الله تسلیم نشدیم. در یک جنبه زندگی ما حاکمیت قرآن در زندگی خود مشاهده نمی کنیم و نه برش تسلیم هستیم. بیگاه در یک توی بودیم، 2 سالونی بر بود، در یکیش ما تقریر میکردیم، اما در دیگه سالون اونجا ساز مرش بود. در اون ساز امی مسلمانی که امروز در جمعه آمده در اون ساز نشسته، امی مسلمان است، مسلمان دیگه نیست. نه هندو آمده، نه یهودی آمده، نه نصرانی آمده، امو شخصی است که اینیانی در طرف مسجد روان است برای ادای جمعه، امو شخص روان است. اما بیگو در کدام مجلس نشسته بود؟ تو چطور اینجا میایی به خاطر ازی که جمعه است برم نماز بخوانم، الله بخشش کنه مرا، بندگی الله در قلب جا بگیره، بندگی هوا و هوس هم میشه. تابعداری رسول الله قطع تابعداری سازنده جمع نمیشه. تابعداری رسول الله با تابعداری ملت و مردم و قوم پرستی یک جای نمیشه، قطعا یک جای نمیشه. امروز ببینیم کدام حالت است. شما باور به الله بکنه، تلاوت آیات قرآن میشد و حتی آرام خاموش هم نکردن، خاموش نه پخش هم نکردن صدای ساز و سرودن. سبا روز امی ملای ناملا جنازه امو را میخوانن. امی بدبخت مومن به خاطر سیالداری و قمداری و خشداری در جهنم خود برده. چرا در جهنم میبریم؟ داود تویی که ساز و سرود داره، از برادرت باشه، از بچهت باشه، شریک شو. دین تقاضای چی را میکنه؟ بگوییم ما هستیم که همیشه معصیت ها را رونق دادیم. اینجا چطور سنگ نباره؟ اینجا تصمیم برای چی گرفته میشه؟ بگوییم زنا کردی تصمیم گرفته نمیشه، زنایت میپوشانه، دختر بگریزان، باز بیا امشیریتا، امیرش سفید، امی ملای ناملا، امی آجی ناجی، امی مومنی که دعوای تقوا را داره، امی بدبخت یک جای میشه، دخترک بیچاره امشیری او برادر میگیره با بد برای دیگه میده. چه معاونتی معصیت و گناه ها را نمی کنی، لیکن تصمیم برای قطع تعلقه در کجا گرفته میشه؟ اگر آمینه در مسجد به جهر گفتی قوم یک جای میشه، میگه قبرستانی نداره، جنازیش نمیخوان. اگر رفع الیدین کردی و ملت و مسلمان تو را به الله قسم بیبی که آلی سنگ بباره آنی. در کدام جای تصمیم گرفته شده که کسی بی حیا شد ما قطع تعلق، ما قومداری نداریم،
و ملت ها معلوم شود که قوم با غیرت بود. کدام دین است؟ کدام تسلیمی؟ ببینیم که ما چه قسم به ایمان خود وفا میکنیم، عقیده به دین خود داریم، عمل به دین خود میکنیم. کی میره؟ مجلس کی گرم کرده؟ مجلس معصیت کی گرم کرده؟